سلام، من النازم و این پیج من الناز تیویه. امروز میخوام براتون یه گزارش زیبا و دیدنی از بازار رشت بگیرم. دوست دارم که اگه این ویدیو رو دوست داشتید منو لایک کنید، از ما حمایت کنید تا بتونیم براتون ویدیوهای بیشتری از جاهای مختلف ایران بذاریم. این بازار پر از خوراکی‌های خوشمزه و رنگارنگ و تر و تازه است که میتونین اونا رو تهیه کنید و بهترین و خوشمزه ترین غذاهای گیلانی رو درست کنید و از طعمشون واقعا لذت ببرید. میریم که دونه دونه براتون معرفی کنم جاهای مختلفو. اینا که پرورشی نیست. اینا همه با آب دریا پرورشی، دریایی تموم شد. یک ماه فصلش تموم شد. اصلا 25 پرورش تمام میشه. الان تو بازار است یخیه. دیگه خوراک نره، سالم ایناست. انجام گیری که پای موقع دارید میگی. جاده میگه تو پلنتی میگی تو بوده شکم میگه. آقا تخص هم زرده تره؟ نه، زرده کار یه مایه دیگه. خوشتمه؟ پولم نمیرسه زرده کار. سوف جان 250 300 همین الله میگه نه. این قسمت بازار هم ماهی قزل‌آلا پرورشی به فروش میرسه. این ماهی‌های کوچیک و خوشمزه هم کولی هستش. اشپل یا همون تخم ماهی که یه چاشنی نمکسود کنار غذاه. پاچ باقالا یا همون لوبیای کشاورزی که خوشمزه ترین و معروف ترین غذای گیلان، باقالی قاتق باهاش درست میشه. اینم حبوبات تر و تازه. اینم گوشتای آماده که میتونید تهیه کنید و باهاش غذای خوشمزه جغول بغول رو درست کنید. سیر یکی از چاشنی‌های اصلی غذاهای گیلانیه. تو بیشتر غذاهاشون از سیر استفاده میشه. سیر رو هم به صورت خام استفاده میکنن، هم به صورت پخته. تو فصل بهار از برگ‌های سبز سیرم غذاهای خاصی درست میکنن، مثل سیراویج، سیر قلیه. دو جای ایران سیر کشت میشه. سیر همدان که بسیار تند و تیز و خاصیت دارویی داره، اما سیر شمال کشور خیلی ملایم تره و به عنوان چاشنی کنار غذا به صورت خام هم میشه خورد. خسته نباشید. به برکت وجود دریای خزر ماهی‌های فراوون و متنوعی هست، مثل ماهی سفید، ماهی کولی انزلی، ماهی کیلکا، ماهی کپور و سایر ماهی‌ها. اینم میوه انبو یا همون گلابی ژاپنی که تو فصل بهار میرسه و بسیار خوشمزه و شیرینه. خلاصه که این همه مواد غذایی خوشمزه و رنگارنگ بازار رشتی همشون ماهی‌های خوشگله که ازشون تمرین برآورده میشه. اینا میگن گمش. عمدتاً تولید آستانه است. میشه جونتون. عالیه دلشی آنوش بدم شریعت آقا 50 بدم شریعت بسد به اون خوش اخلاقی بچه ها میره خانه باش اصلا سلام شده
سلام. گیلان شیرینی‌های سنتی زیادی داره. یکی از اونها که خیلی هم پرطرفدار رشته خشکاره. همینطور که تو تصویر می‌بینید روش تهیه رشته خشکار رو براتون گرفتم که خمیرش رو از آرد برنج محلی درست می‌کنن و خمیر رشته خشکار بعد از اینکه آماده شد داخلش رو با پودر شکر، پودر دارچین، پودر هل و پودر گردو پر می‌کنن. وسیله‌ای که تو تصویر می‌بینید اسمش شانه هستش که آرد برنج محلی رو که با آب قاطی کردن به این شکل به صورت رشته درش میارن و به اون مواد میانی که براتون توضیح دادم شکر و گردو و دارچین و هل بود هم خشکار گفته میشه. سبزی چنده؟ اسفناج 5 شما. اسفناج رو هر روز داری؟ انواع آلو رو تو تصویر میبینید که توی غذاهای گیلانی ازش زیاد استفاده میشه، مخصوصا برای درست کردن غذاهایی که اصطلاحاً بهشون شکمپر میگن، مثل ماهی شکمپر، مرغ شکمپر و یه غذای خیلی خوشمزه دارن که بهش میگن شیرین قاتق که برای پخت این غذای خوشمزه از گوشت مرغ و آلو و قیسی فراوون استفاده میکنن. پنیر سیامیزگی و پنیر کوزه از پنیرهای یلاقات و ارتفاعات استان گیلانه که در وعده صبحانه ازش استفاده میشه. انواع ادویه ها و سبزی های محلی رو میبینید به صورت بسته بندی به فروش میرسه. به غیر از لوبیا کشاورزی یا همون پاچ باقلا که در اول فیلم براتون توضیح دادم، انواع حبوبات هم در استان گیلان کشت میشه. امیدوارم از این گزارشی که در بازار رشت گرفتم خوشتون اومده باشه. حتما ما رو حمایت کنین و ما رو لایک کنید.